سلام عزیزا، شبتون بخیر. امیدوارم که توی روز جهانی پلنگ برفی یا همون پلنگ قطبی روز خوبی رو سپری کرده باشید. امروز از مجری‌های صحبت میکنم که حاضرن توی تلویزیون لخت بشن برای جذب بیننده. بعد از اون دومادی داریم که تا چشاش بالا زده بود، فهم خانومش و پدر خانومش رو نفهمید و ترتیبش رو داد. و از یه باشگاه بدنسازی براتون صحبت میکنم که تبدیل به میدان جنگ داخلی شد که بالا شهر تهران با ماهی بیش از چند میلیون تومان شهریه. از بس میدونن هیچکی نگاهشون نمیکنه، موادشون هم تو همون شبکه 3 و پخش زنده میزنه. آقای پیمان طالبی لول 1 رو که رد کرد، لول بعدش رو میتونه چیکار کنه؟ لایناش رو خط بکنه با آقای تام کروز که البته میدونم اونم کورش نده. یا میتونی بری سراغ آنا د آرماس، دوست دختر قبلی تام کروز که با هم کات کردن، که اونم میدونم ارزشو نده. آقا نه دوتایی بکش. تو دوتایی میتونی، استعدادشو داری. خب من برنامه رو ادامه میدم، این دیگه رفت برای خودش فکر کنم. بکش دیگه، اونجوری فسفس نه. محکم، هیچی اصلا نرفت. آخه ببینیم چیپه. محکم بکش. قبل اونایی که میگه قبل از دکتر تازه میگه که پیمان جان تو استعدادشو داری، با 2 تا دماغت هم بکش بالا. خب با 2 تا دماغ بشید نش عقب بالایی منظورش. واقعا اگه از فردا دیدید که جومون یه بدون سانسور داره پخش میشه و اسپارتاکوس حتی شاخ در نمیاد. اینا بازی‌های جدیدی که توی شبکه داره انجام میشه. یا میزنی شبکه 4 مجری داره سوتیانش عوض میکنه، یا ببینی وسط فوتبال زنده بین دو نیمه آقا جواد نشسته و داره چیکار میکنه؟ طالبینی شورت انجام میده. مثلا میگه که آبیا مهربونن، قرمزا شیطونن، سفیدا موفقن، مشکیا خشنن، صورتیا حساسن، بنفشا خسیسن، قهوه‌ای هم که طالعی ندارن. حتما ویدن، برید خودتونو بشونید. تازه از این به بعد قراره که سری جدید یوزارسیف که قراره پخش بشه رو بدون سانسور پخش بکنن. از اون طرف عروسی دختر شمخانی رو کامل هر چند ساعت هست رو توی شبکه تماشا بذارن و فیلم تجاوز پژمان جمشیدی رو هم چند بار و در چند فصل پشت سر هم پخش بکنن. یا میبینی یه شبکه خاک بر سری زدن، دارن توش کارهای بد انجام میدن، یا وسطش اذان پخش میشه. دیگه از بس تلویزیون یه جوری شده که تنهایی هم نمیشه نگاهش کرد. باید دائم بزنی شبکه بعدی تا یه برنامه مناسب سن و سال پیدا بکنی. مثلا همین دیروز من میخواستم بزنم یه شبکه دیگه، دیدم کنترل باتریمون تمام شده. یعنی باتری کنترلمون تمام شد. بعد دوبار کوبیدمش زمین، راه افتاد، خدا شد. البته این بنده خدا دیگه یاد گرفته، اصلا انگار یه جوری ازم میترسه. از وقتا بدون اینکه بزنمش، حتی اگه باتری هم نداشته باشه کار میکنه. باز آپشنای دیگه ای هم داره. چند روز پیش من حال نداشتم برم بیرون نون بگیرم، فرستادمش رفت، نون تازه گرفته بود، تازه سیب زمینی و پیاز هم برام گرفته بود. و واقعا معلوم نیست توی این زندگی داریم از این تلویزیون چیا یاد میگیریم، چیا داره برامون پخش میشه. مثلا انقدر ساده ایم و اینا رو باور میکنیم که من خودم روزی چند وعده چوب سادگی میخورم. یادتونه قبلا مثلا میگفتن که هر چی بدی با هر چی بدی از اون میکنه چی میشه؟ اون مال یه جا دیگه بود. دائم میگفتم جوینده یابنده است، جوینده یابنده است. من الان 2 ساله که دارم توی پارکینگ خونم دنبال پرشم میگردم. خب نیست که نیست. یعنی چی؟ یا اینکه میگفتن آقا شما کارو پیش ببر، هدفی داری، اگه میخوای به یه چیزی برسی برو، بالاخره رو قلتک میافتی. آقا ما هر چی پیش رفتیم دیدیم ما رو قلتک نمیافتیم، اون افتاده روی ما و ولکنم نیست.
مشکلات هم مثل چیز میمونه دیگه، همه فکر میکنن مال خودشون بزرگتر از بقیه است. الان توی این شرایطی که تو تلویزیون دارن همه چیز پخش میکنن و تبلیغ میکنن، یه طرف میبینی که کاشت مو و رویش مجدد مو تبلیغ میشه، یه شبکه دیگه میزنی لیزر موهای زائد پخش میشه. خب آدم واقعا نمیدونه بره بکاره یا بره پشماشو بریزه. من که واقعا موندم. حالا البته یه مدت اجازه بدید شور و بلوا به پا نکنید تا من لباس بتمنمو دادم خوشویی برم بگیرم و بیام با اشرار و مشکلات بجنگم. یا با این وضعیت من انتظارم اینه که بیان تتو رو هم تبلیغ بکنن، تتو آرتیست های خوب کشورمون بیان پیام تبلیغاتی توی تلویزیون پخش بکنن. البته اون هزینهش انقدر زیاد شده و گرون شده که شما اگه بری دوست دخترت برات بخوره، یعنی گاز بگیره جاش بمونه، خیلی ارزونتر و قشنگتر در میاد. یا توی پخش زنده برنامه داشتن که چجوری یه شخصی رو که مرده و فوت شده خاطر تصادف زنده بکنن. خب اگه زنده بود که میشد بکنن دیگه، آموزشی نداشت. اگه مرده رو خب دیگه اونو نمیدونم. قبل از اینکه بریم سراغ قسمت بعدی برنامه‌مون، ازتون میخوام که ویدیو رو لایک بکنید و یه کامنت پر انرژی برامون بذارید. و یه شعر میخوام راجع به تلویزیون بگم و برم سراغ قسمت بعدی. شاعر میگه که از مار بازی توی نوکیا تا پیدا کردن مار توی آستینمون، اینجوری بزرگ شدید. عجب بابا عجب. آقا چند وقت پیش یه خبری پخش شد که یه مادرزنی از دومادش حامله شده که اصلا بعد معلوم شد هدف مادرزنه بوده، دخترش نبوده. یا بعد از اون یه پدرزنی رو داشتیم که دومادشو خیلی خوشگل و مفید و اینا دید، دعوتش کرد توی باغ و ترتیبشو داد. الان چند وقت پیش دوباره همین چند روز پیش یه دومادی رو داشتیم که اومد همه اینا رو تلافی کرد و ترتیب پدرکامشو داد. اگه این روزا پدر خانوم هستید یا میخواید پدر خانوم بشید، یه ذره دست نگه دارید و توی انتخاب شوهر برای دخترتون یه تحقیقات جدیدی بکنید، وگرنه یه شوهر بکن گیر دخترتون میاد که ترتیب خودتونو میده. و یه ذره هم سخت نگیرید برای دومادا که کینه‌ای نشن. الان به نظرم یه 5+1 لازم و ضروریه برای این موضوع که متشکل باشه از مادرزن، پدرزن، داماد، خواجه حافظ شیرازی و اون 2 نفر دیگه میتونن آرایشگر محل باشن، سوپری توی محله باشن یا نونوایی که جز فضولهای محله هستن و همه خبرها دست ایناست. همین چند وقت پیش یه دومادی شبکار بود، از سر کار برگشت، دید یه نفری توی حال قنبل کرده و منتظر ایشونه. ایشون هم رفت و ترتیبش رو داد. صبح شد فهمید پدر خانومش بوده. من من فکر کردم همسرم هستن، یعنی ایشون هیچ گونه اعتراضی نکردن؟ نه فکر کنم خوششون. و میگه که آقا من دیدم خیلی هم خوشش اومده، هیچ اعتراضی نمیکنه، فکر کردم خانومم. آخه کانگورو، تو فرق بین مرد و زن رو نمیفهمی؟ این بحث تجاوز واقعا خیلی داره عادی میشه توی جامعه. مثلا من چند وقت پیش دوست دخترم رو شب در خونهشون پیاده کردم، رفت خونه و مادر شاکی شده بود که چرا انقدر دیر برگشتی. و اینم اومد مظلوم نمایی کنه، گفت مامان بهم تجاوز شده. مامانش هم گفت که خب نیم ساعت تجاوز، نیم ساعته، بقیه‌شو کجا بود؟ و همه چیز داره یهویی در میره از دستمون. آقا به خدا ما هم مملکت داری کردیم، توی کلش آف کلنز، توی جنگ‌های صلیبی همه شماره اصلا این شکلی نبود. غذای زیاد میدادیم، از اون طرف عشق و حال، پارک درست میکردیم برای بچه‌ها، همه کار میکردیم.
تازه میگه که فکر کنم خوشش اومده بود و هیچ اعتراضی نکرد. حتما آخرش هم پرسیده که پدر خانم عزیزم کجا بریزم؟ اونم گفته که عزیزم بریز توی صادرات. بعد به قسمت جنگی امشب به قسمت جنگی ورزشی امشب خیلی خوش اومد. موضوع امشبمون بیشتر قرار بود ورزشی باشه، ولی خب مکانش مکان ورزشی و باشگاهه، وگرنه ژانرش کاملا جنگی. بنده خدا قشنگ از زنده موندنش پشیمون شد. الان پیش خودش میگه خدایا این چه کاری بود؟ اصلا نمیخواستم از ماهی به جامد تبدیل بشم. خب عزیزای من، قشنگ بنده خدا به گوخوری افتاد. البته آدم گوخور همیشه باید قاشقش به کمرش باشه. یه نفر اگه در خروج به این بنده خدا نشون میداد، یه شیتیل توپاری ازش میگه. هر چی میگه لاشیا ولم کنین، مگه بن لادن رو گیر انداختی؟ ولی کسی گوشش بده کار نیست که نیست. هرچی میگه عزیزای من، دوستای من، باشه ول کنین بیان پایین، ولی کسی گوشش بده کار نیست. حتما باید بگه چیز که شای لاشی باز راست کردید. البته از ایناست که زیاد اهل دشمنی با کسی نیست، از قیافش قشنگ معلومه، ولی بعدن دشمناشو یکی یکی میکنه. بله گذرکون به تزریقاتی حتما میفته، اینو یادتون باشه. این اگه رفت خونه نباید بهش بگن خسته نباشی، باید بهش بگن زنده نباشی. قشنگ معلومه سوراخ پایینش تبدیل به 7 سوراخ شده از بس که به این بنده خدا شلیک شد. قشنگ دقیقا مثل استقلال عزیز که 7 تا خورد. البته اون یه دونه زد کوت نشد متاسفانه، خوشبختانه. ولی این دوستمون واقعا تسلیم برانگیز بود و برای زنده موندن جنگید. دقیقاً عین اینایی که گاو وحشی میفته دنبالشون توی اسپانیا داشت فرار میکرد. من فقط عاشق اینایی شدم که داشتن حرکتهای خودشون رو ادامه میدادن. یکی داشت کرانچ شکم با دستگاه میزد، یکی ست سوم جلو بازو سوپر داشت و داشتن کار خودشون رو ادامه میدادن. بریم سراغ سوال امشبمون. پسرهای عزیزم جواب بدن که دوست دارن چی پیششون باشه. کبرا با سایز 85، قیافه سبزه، یه ذره بد قیافه و بدن خوش‌فور. مهسا با 2 تا جوش سایز 60 ولی اسکینی و خوش قیافه. دخترای عزیزم هم بگن ترجیح میدن کدوم باشه. به قید قرعه به کامنت برتر جایزه نفیس اهدا میکنیم. توی ویدیوی بعدی میخوایم راجع به کتابی که درباره سالار نوشته شده باهاتون صحبت بکنم. یه قرارداد بدتر از ترکمنچای که یک عروس قبول کرده، حالا در قبال چی نمیدونم. و احساسات شدید فیل و گاو که هممون فکر میکنیم چیزی توشون نیست. مهمونتون میشم، گممون نکنید. شب خوبی داشته باشید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.